مرض کانگو. کانگو یکی از امراض ساری و ویروسی بوده و حتی باعث مرگ وی می شود. عامل اصلی این مرض نوع حشره به نام کنه می باشد و میزبان اصلی آن حیوانات اندک که از طریق گزیدن کنه و گوشت حیوانی که مصاب به آن باشد انتقال می کند. سرایت این بیماری از طریق گزیدن کنه آلوده به ویروس کانگو به حیوانات یا انسان سرایت می کند. تماس با خون مایات بدن و انساج حیوانات مبتلا به بیماری کانگو در جریان ذبح و یا بعد از ذبح حیوان از طریق کشتن کنه با دست برهنه کسان بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری کانگو قرار دارد. قصابان و آنهایی که حیوانات را ذبح می کند، کارمندان صحت حیوانی، کسانی که در زراعت و مالداری مشغولند، کسانی که با گوشت و دیگر محصولات حیوانات سر و کار دارند، اعضای فامیل و مراقبت کنندگان شخص مبتلا به بیماری کانگو، چوپانها یا کسانی که با حیوانات سر و کار دارند. علائم بیماری کانگو در انسانها: دوره مخفی این بیماری طور اوسط 4 روز و حد اکثر آن 13 روز می باشد. معمولا تا روز 4 این بیماری علائم مانند تب، سردردی، احساس سرماخوردگی، خستگی، درد عضلات و پرخونی انساج چشم، استفراغ و دردهای شکم مشاهده می گردد. لکه های کوچک سرخ رنگ بنفش ناشی از خونریزی در انساج مخاطی، دهن، پوست، خونریزی از بیره ها، بینی، معده، روده ها، رحم و زیر پوست بخصوص در ناحیه ساق پا می باشد. مرگ و میر ناشی از این بیماری در انسان ها به 30% می رسد. روش های پیشگیری از بیماری کانگو: استفاده از لباس‌های محافظتی یعنی دستکش و چپن‌های آستیندار با دامن‌های دراز در اثنای ذبح حیوانات حتمی می‌باشد. در اثنای ذبح و یا پوست کردن حیوانات از گرفتن کارت یا چاقو در دهن جداً اجتناب ورزید. با دستان خراشیده و زخمی از توته و پارچه کردن گوشت حیوانات جداً خودداری نمایید. از خوردن جگر، گوشت و دیگر محصولات حیوانی نیمپز جداً اجتناب ورزید. در هنگام مراقبت از بیماران مبتلا به کانگو دستهایتان را وقتاً با آب و صابون شستشو دهید. از بین بردن کنه ها با دستان برهنه جلوگیری کنید. جهت محو کنه ها از محلات بود و باش حیوانات با وسیله دواپاشی با دکتران بخش صحت حیوانی مشوره نمایید.